بسیار زیاد شده بود و در ضمنش فکر بسیار مردم بسیار مخشوش ساخته بود این سوال که گویا حضرت مولانا صاحب ممنوع المنبر شدن و دیگه اجازه سخنرانی ندارن و روانه زندان شدن توسط امارت اسلامی. این خبرها چقدر حقیقت داره میشه که به این سوال حضرت مولانا صاحب پاسخ؟ نه خیری شایعات از طرف دشمن بوده به خاطر بدنامی امارت اسلامی افغانستان برای که ما ممنوع المنبر و ممنوع البیان بوده باشیم. الحمدلله که بیانات ما شاهد و گواه بر این هست که امارت اسلامی افغانستان صدای ما را شنیدن و اینکه ما را ممنوع البیان قرار ندادن. حتی در منبر هم سخنرانی های بعد از اینکه واقعی روز جمعه که بر بالای ما گذشته بود، بعد از او بسیار بیانات زیادی ما دارم. فقط گفتم قبلا که یک مشکلی در ارتباط بر زندگی ما به خاطر مصروفیت هایی که در زندگی ما داشتیم پیش آمد که ما همون بیانات خود را نشر کرده نتوانستیم. و نکته دیگری را که اشاره بکنم او این هست که بر فعلا ما در تحت حاکمیت نظام اسلامی قرار داریم. یکی از جمله ویژگی های یک مسلمانی که در تحت حاکمیت یک نظام اسلامی زندگی میکنه این هست که باید مطیع و فرمانبردار بوده باشه. فرق در بین نظام اسلامی و غیر اسلامی این هست که یک مسلمان واجب الاطاعت در نظام اسلامی هست و در نظام غیر اسلامی واجب الاطاعت نیست. مطلبم در اینجا هست که اگر بزرگان امارت اسلامی مصلحت برای ما این را بدانند که در زندان قبول داریم زندان را، اگر در منبر ما را اگر فرمان بتن در منبر می باشیم، در سنگر فرمان صادر بکنن در سنگر باید بوده باشیم. چه قسمی که در صدر اسلام صحابگان رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم مطیع و فرمانبردار اوامر جناب رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بودند. ما هم بر امروز پیامبر علیه السلام را اگر دعوا بکنیم که امروز پیامبر نیست بلی که پیامبر نیست، اگر صحابه را دعوا بکنیم که صحابه نیست بلی که صحابه نیست، ولیکن فرموده های پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم و فرموده های صحابه هست که اطاعت از پروردگار، اطاعت از رسول معظم اسلام و اطاعت از اول الامر این یک واجبه دینی من و شما هست. به این معنا پیامبری که الله را اطاعت میکنه پیامبر میشه. انسان بنده‌ای که پروردگار را نهایتاً عبادتش را پیش میبره او هم با شرط و شرایط و با خواسته پروردگار او را نبی مقرر میکنه و بعد از او انسان مسلمانی که بیشتر اطاعت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و اطاعت پروردگار را پیش میبره. اینجاست که پروردگار عالمیان ما را فرمان میده که از اوامر از او هم اطاعت بکنیم و یک قاعده را رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگذارند که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، در جایی که نافرمانی پروردگار و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بوده باشه اطاعت از هیچ کس نیست. ولیکن در صورتی که فرمانبرداری از رسول معظم اسلام و فرمانبرداری از اوامر الله سبحانه و تعالی بوده باشه، اگر امیر مسلمان ما را اشاره میکنه و امر میکنه و فرمان میده یا کسی را که امیر مسلمان ها بر بالای ما امیر مقرر میکنه فرمان بیته ما واجب الاطاعت هستیم که باید اطاعت بکنیم. ای که ما اگر هر کس به مو خاص دل خود که فرمانی را که میخواد صادر بکنه و عمل بکنه، فرق ما با مشرکینی که دعوای اطاعت از جناب رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را میکردن ولیکن اطاعت نمیکردن در کجا هست؟ با امی لحاظ اشاره بر ای کردم که الحمدلله فعلا در خانه هستیم، هیچ مشکل از طرف امارت اسلامی نیست و نظام امارت یک نظام اسلامی هست. ما واجب الاطاعت هستیم، فعلا در زندان نیستیم. اگر بزرگان مشکلی را در ما میبینن، اگر منبر را برای ما فرمان میتن منبر از طریق منبر یا ای طور مثال زندان را برای ما خواست میداشته باشن امر و فرمان میتن، ما مجبور هستیم واجب الاطاعت هستیم به خاطر مشکلی که در ما هست زندان را بپذیریم. خداوند شما را جزای خیر